و شخصان دیگری متصدی بازی امروزه نیز گفته می‌گذاریم. در خط دروازه دسته حاصلات دلر عزیزов، کاپیتان دسته اویبک عبدالغفورов، رقم 15 ساموئل اوفوری، رقم 28 و سوندای لونژیسونگ، رقم 11 سرمربی دسته امین سبحانی از کشور ایران. دروازه رقم 40 فوتبالبازان خط دفاع، رقم 13 کاپیتان دسته رقابت مذکور پیشنهاد شما میکنیم. این صدای اشتراکی داور بلند شد و بازی آغاز می‌شود. رفتی بازی و وضعیت خطرناک با اشتراک بازیگران دسته حاصلات. ارسال توپ رو می‌بینیم، بسیار امکانیت عالی و در همین لحظه ها تبر ما و شما می‌بینیم امروز از دقیقه اول این فوتبال بازی با تجربه به میدان برآمد. هجوم بازیگران دسته وحش، ارسال توپ رو از سوی او می‌بینیم و تبر گفتیم در وضعیت استانداردی یاورسکی بسیار دیمیترو بیلانوک خیلی فعال است اینجا. حرکت او رو می‌بینیم و می‌بینید که در این حالت فوتبال بازی تویرجان تقویزاده ارسال توپ وضعیت خطرناک است. ناسکوف ضربه میزند و پیش رو تویرجان تقویزاده پس به کنار چپ. اکنون ارسال نوبتی توپ رو می‌بینیم و فرصتی خوبه برای ناسکوف. ویسه تشبوسی بازی با پورگی با دسته وحش میگذارد و ما و شما شاهدی گل اولین در بازی امروز میشویم. نوریدین همراقولوف دوستان یک بار دیگر نتوانید ببینید. ناسکوف پاس داد، همراقولوف در حال ضربه زد. نه دفاعگران و نه دروازه‌بان پیش راه این ضربه را گرفتند. شوکتی هوتان با توپ ارسال او با کناری راست وضعیت خطرناک است و امکانیت خوب بود برای شد و در بازیافت توپ فوتبال بازان دسته وحش فعال هستند. شانسی بسیار خوب پیدا می شود برای محمد شریف اندکی بعد کارت سرخ با محمد شریفی سعید خوجا. چیلوچ فوتبال باز در این گونه موردها باید احتیاطکار باشد. مدتی طولانی توپ رو نگاه دارند اینجا باشد. پاسی بسیار خوبه بود با سمت ایمان با سمت اسلام. اکنون از مسافه دور ضربه او و گل. اسلام زایرف دور به دور برای ما شکم از سوی او. اینجا اصلا اول میخواست پاس دهد ولی چون دید وریانت های دیگر نیست ضربه زد و به نهایت ضربه حسین نورمتوف توپ رو با بازی می‌دارد و با همین تمام دوستان گرامی 5 دقیقه وقت ایلوه شده خاتمه یافت و گلمراد سعدالله صدای نهایی اشتراک خود را بلند می‌کند. یکی از که در ورزشگاه تلکارین شهری ترسونزاده داشتند. بسیار سپاس می‌گویم که طول این مدت همراه ما بودید. گروه ایجادی و